Murodjon Jo'raboyzoda besh az 20 سال باز در محله مرزی حلیم بابای جماعت اوچی قلچه زندگی میکند. ولی تا به حال نتوانستند در اطراف حولیش دیوار بنا کند. در کمترین تنش‌های مرزی و همراه عائله‌اش در منطقه خوفناک زندگی میکند و از خطر به حیات فرزندان و عائله‌اش نگران است. آنها بعد مناقشه‌های مسلحانه چند ماه شب را در خانه اجاره منطقه دیگری دهه روز میکنند و روزانه به حولیشان میآیند. یکم بعد جنگ ایسی نه وای میکنه دیوار کردن میمونه نه آشخانه وقتی همین جن 3 سال وای بود وای ایلاجم نبود حالا اکنون ایلاجم های اکنون یک آشخانه که یک تا تنور خانه کنم گم نمونده خیلی روی حولم اجرا کردم نمیمونه اگه کلی میگیرم دکتری کات میبیاد این روشنایی کشادگی نمیشه ما به این نشد ما اونجا وای موقع مراجعه هم کردم هم سیمین شبا آرماتور خدمت مالوی خیلی 15,000 تومان رو می‌کنم داری. اونجا همه ساختمان سرکنه یک گل سرحدانی کردستان بیاد سرحدانی تاجیکستان بیاد. چون که شما می‌دونید در سرحد تاجیکستان کردستان ساختمان کردن ما برای همین بازداشت می‌شد. ولی در این محله این مشکل خاص حولی مرادجان نیست. محمد علی عبدالعلیف نیز در 14 ساتق زمین همراه برادرش زندگی میکنند و سالهاست که با همسایه‌های قرقیزشان برای داد و ستد زمین دست به گریبان میشوند. وی میخواست در این حولی برای عائله خودش بینای علاهیده سازد ولی سالهاست که نمیتواند. 2016 دیم من زندگانی میکنم اومده بولی خونه پرچمشان زده ایستاده اینجا زمین قرقیز حقاتون نیست گفته اخوانه بیرون برآوردن ولی همونجا مقامات اومدن دستگیری کردن پرچمش گیراندن حساب همین جنجال و غلبه همسر رو پرفته برفتن دو تا دختر نابالغ همینجا زندگانی میکنیم رئیس جماعت هم میداند جانشینشون هم میداند که همین شرایطی ما همین خیل یگانجا برونده نمیتونیم کار کرده نمیتونیم. تنها در محله حلیم بابا حدود 300 عائله تاجیک پهلو به پهلو با خانواده‌های قرقیز تباران زندگی میکنند. اکثر این عائله‌ها از سالهای 70 قرن گذشته در اینجا مقیم شدند. ولی بحث‌ها بر سر زمین بعد پاشخوری اتحاد شوروی رو زدند و همکنون 30 سال باز نمیتوانند به موافقه برسند. مابین موهنده مابین قرقیز که موهنده خودی اهالیش که موهنده هیچ و یا ما نیست پیشتر ما میگذاشتیم و هم میامد همین خیلی بود همین مابین حاضر یک 2-3 سال باز همین وای شدگی مابین موهوه همین خیلی تلاش تر شده یکم. تنها در 3 ماه اخیر چندی از ساکنان جماعت اوچی قلچه ناحیه باوجان غفورov دو دفعه به طریق رسانه‌ها از حضور نظامیان قرقیزستان در اطراف خانه‌هایشان ابراز نگرانی کردند. آنها با فرستادن عکس و نوار گفته بودند که بارها با تهدید و فشار روبرو میشوند ولی جان در کف ایستادگی میکنند. سببش یکمیش همین که من همینجا به تولد شدم. چی خیل اکن ساکنان دیگر دولت آمده حوالی من به خویجین میشه ما جای برفتن هم نداریم او چسکی آبی نداریم مثال اینجا همش لالمی همش آبی خریده این یک جای گریز هم نداریم فقط همین میگریزانم یک کودکای میبریم همین آشنایی روشنایی بوده جا میکنیم یعنی دوستا جا میکنیم خیشی تا برو. از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان نیمی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت سبب بحث و مناقشه اسم مسلحانه بین دو همسایه می شود. در آخر ماه ینور امسال در مرز میان اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان درگیری خونین سر زد و از دو جانب 10 نفر زخمی و از طرف تاجیکستان 2 تن کشته شدند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه باباجان غفورov.